میخواید شیر ظرفشویی رو باز کنید و نمیدونید از کجا شروع کنید. تو این ویدیو مرحله مرحله و بدون آسیب به سینک این کار رو یاد میگیرید. امروز شیری رو داریم که از زیر شیر ظرفشویی حالت چکه داره و داره نشتی میده. ما برای اینکه نشتی این شیر رو بگیریم و ببینیم ارزیابی بکنیم ببینیم این نشتی از کدوم ناحیه از شیر هستش، باید شیر رو کاملا باز کنیم. ابتدا شیرای پیسوار رو باید ببندیم که آبی دیگه وارد شیر ما نشه. ابتدا آب سرد رو میبندیم همینطوری که تو ویدیو دارید میبینید و بعد از اون شیر آب گرم رو سفت میکنیم که دیگه آب گرمی هم وارد شیر ما نشه. اینطوری وقتی که شما مهره شیلنگ‌ها رو باز میکنید دیگه آب زیادی زیر ظرفشویی جریان پیدا نمیکنه. با یه آچار مخصوص شروع میکنیم مهره نگهدارنده زیر شیر ظرفشویی رو باز میکنیم و اگر مهره سفت شده بود یا رسوب گرفته بود با یه روان کننده اون رو روون میکنیم که بتونیم به راحتی مهره رو از زیر شیر جدا کنیم. بعد از اینکه مهره رو خارج کردیم شیر رها میشه و اون رو آزاد میکنیم. با آزاد شدن مهره شیر رو میتونیم کاملا از جاش خارج کنیم. فقط باید با احتیاط بیاریمش بیرون که شیلنگا پاره نشه یا به سینک آسیبی نرسونیم. یکی یکی شیلنگا رو از داخل حفره در میاریم و خارج میکنیم. بعد از باز کردن شیر متوجه شدیم که از این ناحیه دچار خوردگی شده و سوراخ شده. چون قابل تعمیر نبود ما این شیر رو میذاریم کنار و یه شیر دیگه جایگزین این شیر میبندیم. به همین سادگی شیر ظرفشویی باز شد. اگر این آموزش براتون مفید بود ویدیو رو لایک کنید و کانال آچار آب رو برای آموزش‌های بیشتر تعمیر شیرالات و تأسیسات دنبال کنید.